یا سعدی هستم. با جلسه سوم از آموزش مبانی فناوری اطلاعات در خدمتتون هستم. خب در این جلسه من راجع به بحث جذاب شبکه‌های کامپیوتری میخوام باهاتون صحبت کنم. اینکه شبکه‌های کامپیوتری چی هستن، چرا ما از شبکه‌های کامپیوتری استفاده میکنیم و سی سری اطلاعات دیگه که در این مورد ما باید بدونیم. ببینید زمانی که ما دو یا چند تا کامپیوتر رو در داخل یک سازمان داریم، برای اینکه بتونیم داده‌های اون کامپیوترها رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم و منابعمون کمتر به هدر بره، ما می‌ریم شبکه‌های کامپیوتری درست می‌کنیم. چرا؟ چون که ببین من وقتی که روی یک کامپیوتر دارم اطلاعات رو ذخیره می‌کنم و بقیه دارن از اون استفاده می‌کنن، من فقط حجم یک کامپیوترم رو اشغال کردم. ولی وقتی که همین اطلاعات رو تو همه کامپیوترهای سازمانم داشته باشم، حجم تمام کامپیوترها رو من به هدر دادم. پس این جوری شبکه‌های کامپیوتری میاد که چیکار کنه؟ یک بستری رو برای اشتراک گذاری داده ها قرار بده که ما بتونیم بهینه‌تر از دستگاه ها و وسایلمون استفاده کنیم. خب زمانی که چجوری شبکه‌های کامپیوتری رو تشکیل میدیم، ما با استفاده از کابل، با استفاده از وای فای، با استفاده از روش‌های مختلف ما میتونیم کامپیوترها رو به همدیگه وصل کنیم و اطلاعاتشون رو به شیر و به اشتراک بذاریم و از اونها استفاده کنیم. معمولا توی شبکه‌های کامپیوتری یک کامپیوتری هست که همیشه سرویس میده، به اون کامپیوتر سرور میگیم یا خدمتگزار. یک سری کامپیوترهای دیگه هم هستن که از این خدمت میگیرن، این فایل ها رو به اشتراک میذاره، بقیه دارن استفاده میکنن. به اون کامپیوترهای دیگه ما مشتری یا کلاینت میگیم. پس یک شبکه دو قسمت ایستگاه کاری کامپیوتر داره، یک تعدادشون سرور هستن و یک تعدادشون هم کلاینت یا مشتری هستن که از خدمت اینها استفاده میکنن. خب ببینید یه بحثی داریم به اسم توپولوژی، اینکه توپولوژی شبکه‌مون چی هستش. ببینید طریقه وصل شدن کامپیوترها به هم دیگه رو ما توپولوژی در شبکه میگیم. ما انواع مختلفی از توپولوژی‌ها رو توی شبکه داریم که من چند تا از مهمترین های اونها رو برای شما توضیح میدم که با توپولوژی‌های مختلف آشنا بشید. خب همونطوری که توی تصویر بعد هم میبینید، اولین نوع توپولوژی شبکه‌ای که میخوام براتون توضیح بدم توپولوژی باس هستش. باس یعنی توپولوژی خطی. ببینید یک خط هستش و کامپیوترها اون خط یک کابل هستش و کامپیوترها به صورت مستقیم روی اون کابل قرار میگیرن. خب این خوبی هایی داره، یک سیستم ساده، یک شبکه ساده، یا مثلا توی کافی نت ها فکر کنم همچین شبکه‌ای برقراره، خیلی ساده هستش، همه میتونن استفاده کنن، برای شبکه‌های محلی خوبه، ولی خب مشکلات خاص خودش هم داره. خب من الان یه دونه از مشکلاتش رو بخوام به شما بگم، اینکه اصلا فرض کنید همه روی یک خط قرار دارن، اون کامپیوتر وسطی از کار بیفته، کل این نتورک خطی رو از کار میندازه. من میتونم توپولوژی باس رو ببینم که یک کابل در وسط قرار داره، یک حالت ترمیناتور داره که کابل در وسط قرار داره و همه کامپیوترها، همه ایستگاه کاری به اون وصل هستن و همه با هم در ارتباطن، خوب و خوشن تا زمانی که یکی از کامپیوترها بخواد از کار بیفته که کل شبکه دان میشه و ما متوجه نیستیم که ایراد کار از کجاست. یه نوع دیگه از شبکه ها هستن به اسم شبکه های رینگ. ببینید همه کامپیوترها دور تا دور قرار میگیرن و به وسیله کابل به هم دیگه وصل میشن، یعنی هر کامپیوتر با همسایه خودش فقط در ارتباطه و در نهایت آخرین کامپیوتر با اولین کامپیوتر در ارتباطه، یعنی حالت توپولوژی حلقه‌ای رو تشکیل میده. باز این هم خب ساده است، این هم مثل همون توپولوژی خطی یک حالتی پیاده سازیش راحته. باز همون مشکل توپولوژی خطی رو داره. باز اگه یک کامپیوتر مثلا از کار بیفته، مخصوصا اگه اون کامپیوتر سرور باشه، بقیه کامپیوترها رو کاملا از کار میندازه. اینم از شکل توپولوژی رینگ یا توپولوژی حلقه‌ای. همونطوری که بهتون گفتم هر کامپیوتر فقط با همسایه‌های خودش در ارتباطه، دور به دور روی یک حلقه قرار گرفتن. همه کامپیوترها یه جورای شبیه توپولوژی باس هستش.
که باز اینم مشکلات خودش رو داره. اگر دو تا کامپیوتر از سمت چپ و راست با هم دیگه از کار بیفتن، کل شبکه باز دوباره دان میشه و همون مشکلات رو داره که برای درمان این کار ما به توپولوژی استار پناه بردیم یه جورایی و توپولوژی استار به وجود اومد. توپولوژی بعدی که قراره انشالله براتون توضیح بدم توپولوژی استار یا ستاره شکل هستش. همونطوری که میبینین یک ابزار واسط در وسط قرار داره که به شکل دایره‌ای هست و ایستگاه‌های کاری یا همون سیستم ها و دستگاه دیگه‌مون با کابل‌های به این متصل هستن، به این دستگاه واسط متصل هستن و یک شکل حالت ستاره شکل پیدا میکنه. برای همین بهش میگن توپولوژی استار یا ستاره‌ای. اصلا چرا توپولوژی استار به وجود اومد؟ یه زمانی ما داشتیم از توپولوژی باس استفاده می‌کردیم، خیلی راحت داشتیم استفاده می‌کردیم، خیلی پیاده سازی راحت و ساده‌ای داشت. اما گفتیم که همونطوری که گفتیم اگر یکی از سیستم ها از کار میافتاد کل شبکه دان میشد و من موقعی که شبکه دان میشد متوجه نمیشدم ایراد از کجاست، چون همه با هم خراب میشد، همه به یک کابل وصل بودن. برای همین یه فکری به سرشون زد، این که یک دستگاهی رو مثل هاب که مثلا این دستگاه دایره‌ای شکل وسط هاب هستش، یا یک دستگاه سویچ رو در وسط قرار بدن و بقیه رو به وسیله کابل به اون دستگاه وصل کنن. خب اگر ببین دیگه کل شبکه دان بشه، میفهمیم ایراد از کجاست. ایراد از اون دستگاه واسط هاب هستش، اون خراب شده. اگر مثلا دستگاه فلان مثلا دان بشه، از کار بیفته، میفهمیم ایراد از همون دستگاه است، چون که اینها از راه هاب همه به هم دیگه جورهایی وصل هستن. خب به این توپولوژی گفتیم توپولوژی ستاره شکل میگیم. کابلی هم که این دستگاه رو به هاب وصل میکنه کابل زورسیم به هم تابیده است که از جنس مس هستش، ما استفاده میکنیم، بهش تویستد پیر میگیم، کابل زورسیم به هم تابیده و به اون کابل لن هم میگیم. توپولوژی بعدی توپولوژی توری هستش، به توپولوژی مش میگن که هر کامپیوتری تو اون شبکه